الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان نهایت معزز و مکرم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 139 برنامه خودتان، برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما به ادامه قسمت های گذشته در مورد احکام و آداب و مسائل و فضائل رکن چهارمی از ارکان اسلام روزه هست که بعد از اینکه در چند قسمت گذشته احکام و آداب و فضائل و مسائل روزه فرضی که روزه ماه مبارک رمضان بود او را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردم. ان شاء الله المتعال در این قسمت و در قسمت های آینده می پردازیم به بیان احکام و مسائل و آداب و فضائل روزه های نفلی که علاوه بر روزه فرضی هست، علاوه بر روزه ماه مبارک رمضان هست. و روزه های نفلی بر دو قسم تقسیم می شود، یکی نفلی مطلق و دیگر نفلی مقید. و روزه های نفلی مانند نمازهای نفلی است، همچنان که در نماز علاوه بر نماز فرضی نمازهای نفلی است که مکمل و تکمیل کننده نواقص و کوتاهی های نمازهای فرضی هست. و در روزه هم روزه های نفلی هست که مکمل و تکمیل کننده نواقص روزه ماه مبارک رمضان یا روزه فرضی هست. و علاوه بر اینکه اجر و ثواب زیادی این روزه های نفلی دارد که در احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شده، علاوه بر این اجر و ثواب تکمیل کننده نواقص روزه فرضی هم است. و روزه گرفتن غیر از ماه مبارک رمضان گفتیم بر دو قسم تقسیم می شود، یکی مطلق و یکی مقید. و روزه مطلق آن است که انسان می تواند که در ایام سال هر روز را که خواسته باشد روزه بگیرد، علاوه بر روزه هایی که شریعت اسلام روزه گرفتن آن را محرم قرار داده یا مکروه قرار داده که او روزی هر دو عید هست، روز اول عید رمضان و همچنین روز اول عید قربان و همچنین ایام تشریق روز دوم و سوم و چهارم عید قربان هست و همچنین روز شک روز آخر شعبان که رؤیت هلال رمضان نشود و روز را روز شک گرفته می شود. این روزه گرفتن این روزها محرم است. و همچنین افراد روز جمعه به روزه که انسان دیگر روزهای روز را دیگر روزهای هفته را روزه نگیرد، فقط روز جمعه را مختص به روزه کند، این را هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مکروه قرار دادن. علاوه بر این روزها انسان میتواند که در هر روزی دیگری از روزهای سال روزه بگیرد و این روزه مطلق گفته می شود. لیکن افضل روزه مطلق آن است که همچنان که در حدیث شریف آمده روزه داود علیه السلام که یک روز روزه می گرفتن و یک روز افطار می کردند، که در حدیثی که متفق علیه است از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود و أحب الصلاة إلى الله صلاة داود علیه السلام. محبوب ترین و بهترین و افضل ترین روزه ها در نزد الله متعال روزه داود علیه السلام است و همچنان محبوب ترین و افضل ترین و بهترین نمازهای نفلی در نزد الله متعال نماز است که داود علیه السلام نمازهای نفلی است که داود علیه السلام می‌خواندند. بعد از او در ادامه حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونگی نماز خواندن داود علیه السلام را یا نماز نفلی خواندن داود علیه السلام را و همچنین چگونگی روزه نفلی گرفتن داود علیه السلام را بیان کرده. چنین می‌فرمایند که کان ینام نصف اللیل و یقوم ثلثه و ینام ثلثه. حضرت داود علیه السلام نیم شب را خواب می‌کردند
و بعد از او سوم حصه شب را نماز می‌خواندند و در آخر ششم حصه از او را باز دوباره خواب می‌کردند. یعنی شب را به 6 قسمت تقسیم می‌کردند. نیمی از او که 3 قسمتی از اوست، نیمی اولی آن را خواب می‌کردند، 3 قسمتی اولی آن را، و بعد از او یک ثلثی از او که 2 قسمتی از اوست آن را نماز می‌خواندند، و بعد از او یک سدسی از او، ششم حصه از او که حصه ششمی آخر شب بود، او را دوباره پیش از نماز فجر خواب می‌کردند. یعنی مثلا اگر شب مشتمل بر 9 ساعت می بود، 3 ساعت اولی آن که نصف اولی آن است آن را خواب می‌کردند، و بعد 2 ساعت دومی آن که مثلا ثلث آن است آن را نماز می‌خواندند، و بعد 1 ساعت آخری ما قبل الفجر که سدس آن است آن را دوباره خواب می‌کردند. و کان یصوم یوما و یفطر یوما. و روزه داود علیه السلام، روزه نفلشان چنین بود که یک روز روزه می گرفتن و یک روز نمی گرفتن. این بهترین روزه نفلی هست که روزه داود علیه السلام گفته می شود، نفلی مطلق، که انسان اگر بتواند که در طول عمر خود یک روز روزه باشد و یک روز افطار بکند، این بهترین روزه هست، همچنان که در این حدیث شریف ثابت شده است. اما روزه های نفلی مقید آن است که بعضی از روزه هایی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای روزه گرفتن آن ویژگی های خاصی بیان کردند و دارای فضیلت و ویژگی های خاصی است که در احادیث شریف آمده، که او عبارت از روز عرفه هست و همچنین 9 روز اول ذوالحجه و روز عاشورا که 10 محرم است، و همچنین روزه گرفتن بیشترین ایام محرم الحرام، و همچنین روزه گرفتن بیشترین ایام شهر شعبان، و همچنین روزه گرفتن روزهای دوشنبه و پنجشنبه، و روزه گرفتن 3 روزی از هر ماه که ایام بیز گفته می شود، 3 روزی وسطی هر ماه که روز 13 و 14 و 15 هر ماه قمری هست، و همچنین روزه گرفتن در راه الله، یعنی روزه گرفتن در وقتی که انسان در غزات و در جنگ و در جهاد بوده باشد. این روزه های مطلق مقید است که فضیلت و ویژگی های خاصی در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای آنها بیان کرده، و که در چند قسمتی ما با بیان این فضائل در روشنای احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و آله خواهم پرداخت. اول روز عرفه و همچنین روزه 9 روز اولی ذوالحجه. 10 روز اولی ذوالحجه که ایام 10 ذوالحجه، این از جمله بهترین ایام سال است که الله متعال در قرآن کریم به این روزها قسم یاد کرده که والفجر و لیال 10، قسم به فجر و قسم به این 10 روز اول ذوالحجه که به اتفاق مفسرین مراد از لیال 10 10 روز ذوالحجه است. و همچنین در حدیث صحیح، در حدیثی که امام بخاری او را از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه، فضیلت و ویژگی خاصی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این 10 روز بیان کردند، که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: ما من ایام العمل الصالح فيه احب الى الله تعالی من هذه الایام 10. هیچ روزی از روزهای سال نیست که عمل صالح در آن زیاد محبوبتر و زیاد افضلتر و بهتر بوده باشد در نزد الله متعال از اعمال صالحی که انسان در این 10 روز انجام میدهد. و صحابه کرام پرسیدند که یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله، حتی جهاد که ما برای از یک قدر فضیلت زیادی قائل هستیم و دارای فضیلت زیادی او را میبینیم، حتی او هم جهاد کردن در راه الله متعال فضیلتش از عمل صالح در این ایام 10 روزه، در این 10 روز ذوالحجه بیشتر نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ولا الجهاد فی سبیل الله الا رجل خرج بماله و نفسه ولم يرجع منهما بشيء. حتی جهاد در راه الله متعال هم ثواب و فضیلتش از اعمال صالح در این ایام بهتر نیست، مگر شخصی که با نفس و با جان خود و با مال خود در راه الله متعال بیرون شود و هیچ چیزی پس به خانه خود نگردد، نه به مال خود نه به جان خودش در راه الله متعال شهید شود و مالش هم در راه الله متعال مصرف شود. در اون صورت عملی از او از اعمال صالح در این ایام کرده بهتر است. در غیر از آن عمل صالح در این ایام 10 افضل و بهترتر است در نزد الله متعال. و
و در مورد روزه در این ایام و همچنین با خصوص روز عرفه حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شده که دارای فضیلت و مرتبه هست روزه گرفتن روز عرفه و همچنین روزه گرفتن 10 روز ذوالحجه یا 9 روز اول ذوالحجه که از جمله اعمال نیک است که در این ماه کرده می شود، علاوه بر بر والدین و علاوه بر نماز خواندن و تلاوت قرآن کریم و ذکر و تسبیح و صدقات نفلی دادن در این روزها، علاوه بر این از جمله اعمال نیکی که در این ایام انجام می شود روزه گرفتن هست و به ویژه روز عرفه. امام مسلم رحمت الله علیه از حضرت ابو قتاده انصاری رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم سئل عن صوم یوم عرفه فقال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد روز عرفه پرسیده شدند که چی فضیلت دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که یکفر السنه الماضیه والباقیه، فضیلت این روزه این است که گناهان سال گذشته را هم محو میکند و گناهان سال آینده را هم محو میکند و مراد از این گناهان به اتفاق علما گناهان صغیره هست، چون گناهان کبیره بدون توبه مغفرت نمی شود و مراد از گناهان سال گذشته این است که هر گناه صغیره که انسان در سال گذشته کرده باشد به روزه گرفتن روز عرفه مغفرت می شود و محو می گردد. اما مراد از بخشیدن گناه های سال آینده این است که یا اینکه الله متعال با واسطه روزه گرفتن این روز این شخص را اینقدر توفیق می بخشد که هیچ گناه صغیره را مرتکب نمی شود و یا اینکه اگر هم مرتکب گناه صغیره شد عقب آن یا پشت آن کاری میکند که یا عمل حسنه انجام میدهد که او دفعتا گناه از او را از بین ببرد، همچنان که الله تعالی میفرماید که ان الحسنات یذهبن السیئات، چون انسان وقتی که یک کاری بد میکند از پشت آن کار خوبی را انجام میدهد او کار خوب گناه کار بدی آن را از محو میکند و از بین میبرد. پس بخشیدن گناهان سال آینده به این معنی است که اگر بالفرض از این شخص گناه صادر شد الله متعال را موفق به کردن کار خوب میکند که این گناه از او را محو کند و از بین ببرد. و در ادامه این حدیث حضرت ابو قتاده رضی الله عنه فرمودند که وسئل عن صوم یوم عاشورا فقال یکفر السنه الماضیه، و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد روزه عاشورا از ایشان پرسیده شد، فرمودند که روزه عاشورا گناهان سال گذشته را از بین میبرد و از این حدیث دلالت بر این گرفتن علما که روزه گرفتن روز عرفه افضل است از روزه گرفتن روز عاشورا، اگرچه در هر دو فضیلت است، هر دو ویژگی های خاصی دارد، لیکن روز عرفه افضل و بهتر است از روزه عاشورا، چون روزه عرفه هم گناهان سال گذشته را محو میکند و هم گناهان سال آینده را، اما روزه عاشورا فقط گناهان سال گذشته را محو میکند. و بعد از او در ادامه حضرت ابو قتاده فرمودند که وسئل عن صوم یوم الاثنین فقال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد روز دوشنبه پرسیده شدند، در جواب فرمودند که ذلك یوم ولدت فیه و بعثت فیه و انزل علی فیه، این روز دوشنبه روزی است که من در این روز تولد شده ام و در این روز مبعوث به پیامبری شده ام و در این روز بر من اولین وحی الهی نازل شده است. برای شکرانه این نعمت من این روز را روزه میگیرم. و احادیث دیگری هم در مورد روز عرفه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، از جمله حدیثی که امام احمد و امام نسائی از ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها روایت کردند که ام المؤمنین حضرت حفصه فرمودند اربع لم یکن یدعهن رسول الله صلی الله علیه و سلم، 4 چیز را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ وقت ترک نمی کردن. 4 عملی بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترک نمی کردن. آن 4 عمل چی بود؟ این بود که صیام یوم عاشورا والعشر و 3 ایام من کل شهر و رکعتین قبل الغداء،
4 عمل رسول اکرم صلی الله علیه و هیچ وقت ترک نمیکردن. یکی روز عاشورا و دیگر روزه گرفتن 10 روز ذوالحجه، 10 ذوالحجه که مراد از این 10 همان روزه گرفتن 9 است، چون روزه گرفتن روز دوم که روز اول عید می شود این محرم و ناجایز است. و به این تصریح در روایت دیگر آمده، در روایت ابو داود که کان یصوم 9 ذوالحجه، 9 روز را روزه می گرفتن، اما روز دهم که روز اول عید می شود روزه گرفتنش محرم و ناجایز است. و همچنین عمل سوم روزه گرفتن 3 روز از هر ماه که همون ایام بیض است که روز 13 و 14 و 15 هر ماه است. و عمل چهارمشان این بود که هیچ وقت 2 رکعتی که نماز در چاشت خوانده می شود آن را ترک نمی کردن که مراد از اون 2 رکعت اشراق یا 2 رکعت نماز چاشت و ضحا است. بنابراین احادیث روزه گرفتن روز عرفه و همچنین روزه گرفتن 9 روز ذوالحجه از جمله ایام مفضله هست و ویژگی خاصی دارد و افضل و بهتر و مستحب است که انسان مسلمان این روزها را روزه بگیرد. اما در حق کسی که در حج نبوده باشد و اما کسی که حاجی بوده باشد و در حج بوده باشد افضل و بهتر است که روز عرفه را روزه نگیرد، چون روزه نگرفتن روز عرفه هم از قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای حاجی هم از قول رسول اکرم و هم از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، همچنانه که در حدیث متفق علیه از ام الفضل رضی الله عنها ثابت شده است که ایشان چنین فرمودند که انهم شکوا فی صوم النبی صلی الله علیه و سلم یوم عرفه. صحابه کرام که در حج تشریف داشتند شک کردند که آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روز عرفه که در میدان عرفه بودند روزدار هستند یا نیستند. حضرت ام فضل می فرمایند که فارسلت الیه بلبن فشرب و هو یخطب الناس بعرفه. من به خاطر که شک مردم دور شود یک گلاس شیری، یک لیوان شیری به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرستادم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این لیوان شیر را نوشیدند در حالی که ایشان در میدان عرفات استاد بودند و خطبه ایراد میکردند. و همچنین اصحاب سنن غیر از امام ترمذی یعنی سنن ابو داود و امام نسائی و ابن ماجه و همچنین ابن خزیمه و امام حاکم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند که رسول اکرم که حضرت ابو هریره فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن صوم عرفه بعرفه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از روزه گرفتن روز عرفه برای کسی که در عرفات حضور دارد، حاجی است، منع کردند. پس سنت و مستحب است که کسی که حاجی هست و در عرفات حضور دارد روز عرفات را نگیرد بلکه بخورد اقتدا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اما کسی که حاجی نیست برای از او سنت است که مستحب است که روز عرفه روزه بوده باشد تا که روزه این روز سبب کفاره و بخشش گناهان 2 سال آن گردد، هم سالی که گذشته و هم سالی که می آید. الله متعال توفیق عمل نصیب کند. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه خدمت شما هستم با بیان فضائل و ویژگی های روز عاشورا. با ما باشید. رساله حق، اسلام ناب بدور از خرافات. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلامی مجدد خدمت شما عزیزان هستم. قبل از میان برنامه خدمت شما احادیثی که در مورد فضیلت روز عرفه، روزه گرفتن روز عرفه و همچنین روزه گرفتن 9 روزی از اول ذوالحجه آمده بود خدمت شما بیان کردم که دارای فضیلت و ویژگی های زیادی هست و انسان مسلمان اگر در حج نبوده باشد، در مقیم بوده باشد و افضل و بهتر است و مستحب است که این روزها را روزه بگیرد تا که این ویژگی هایی که در حدیث شریف از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده نصیب از او گردد. و روز دیگری از روزهایی که مقیده که روزه گرفتن آن فضیلت و برتری های زیادی دارد روزه عاشورا 10 محرم است
و همچنین روزه گرفتن بیشترین ایام ماه محرم الحرام. در احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که مسلمان ها قبل از اینکه ماه مبارک رمضان بر بالایشان فرض گردد این روز را روزه می گرفتند و روزه گرفتن این روز بر بالایشان واجب و فرض بود و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشان هم در مکه این روز را روزه می گرفتند و هم در مدینه بعد از اینکه هجرت کردند و مسلمان ها هم این روز را روزه می گرفتند. وقتی که در سال دوم هجری روزه ماه مبارک رمضان فرض شد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که حالا هر کس اختیار دارد که این روز را روزه بگیرد و کس اختیار دارد که نگیرد، یعنی واجب بودن روزه گرفتن این روز منسوخ گردید و مستحب بودن و مسنت بودنش بر حال خود باقی هست. در حدیث متفق علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که ایشان چنین فرمودند: کان یوم عاشورا یوما تصومه قریش فی الجاهلیه. روز عاشورا که روز دهم محرم هست، روزی بود که قریش هم در زمان جاهلیت این روز را روزه می گرفتند. و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصومه، و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که در مکه مکرمه بودند این روز را روزه می گرفتند. فلما قدم المدینه صامه و امر الناس بصیامه. هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه تشریف آوردن، هجرت کردن، باز هم این روز را روزه گرفتند و مردم را به روزه گرفتن این روز امر کردند. این امر واجبی هست، بر بالایشان واجب بود که این روز را روزه بگیرند. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه و من شاء ترکه. وقتی که در سال دوم هجری روزه گرفتن ماه مبارک رمضان فرض قرار داده شد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی که خواسته باشد این روز را روزه بگیرد و کسی که خواسته باشد روزه نگیرد، یعنی روزه گرفتنش از حالت واجبی نسخ گردیده، منسوخ شده، اما حالت مستحبیش باقی هست. هر کسی که خواسته باشد این روز را روزه بگیرد. و سبب روزه گرفتن این روز هم در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که سببش شکرانه نعمت الله متعال هست به خاطر نجات دادن موسی علیه السلام و قومی از او از فرعون و از اتباع فرعون، وقتی که در حالت فرار بودن به دریا رسیدن و الله متعال موسی علیه السلام را نجات داد و فرعون و اتباع آن را غرق کرد و این واقعه در این روز بوده، در روز عاشورا بوده و موسی علیه السلام به خاطر ادای شکر نعمت الله متعال این روز را روزه می گرفتند و یهود هم این روز را روزه می گرفتند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که موسی که پیغمبر است، برادر ما هست، ما حق یزی را هم دارد که ما این روز را به خاطر که موسی علیه السلام از فرعون نجات یافته، به خاطر شکرانه این نعمت الله متعال ما هم این روز را روزه بگیریم. در حدیث متفق علیه از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که ایشان فرمودند: قدیم النبی صلی الله علیه و سلم المدینه فرأى اليهود تصوم یوم عاشورا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که به مدینه منوره تشریف آوردن و هجرت کردند، دیدند که یهود روز عاشورا را روزه میگیرند. فرمودند که ما هذا، این چرا هست، یعنی یهود چرا این روز را روزه میگیرند؟ فرمودند که هذا یوم صالح، این روز خوبی هست. هذا یوم نجى الله بنی اسرائیل من عدوهم، این روزی است که الله متعال بنی اسرائیل را از دشمنشان که فرعون و اتباع از او بود در این روز نجات داده است. فصامه موسی، به خاطر شکر نعمت الله متعال موسی علیه السلام این روز را روزه می گرفتند. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فانا احق بموسی منکم فصامه و امر بصیامه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که حق موسی علیه السلام بر بالای من از شما که بیشتر است، یعنی ما موسی علیه السلام که پیغمبر است و من هم پیغمبر هستم، ما دو برادر هستیم و رسالت ما یکی هست و موسی علیه السلام که این کار را میکرده به خاطر شکر نعمت الله متعال، ما هم این کار را میکنیم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان این روز را روزه گرفتند و امر بصیامه و صحابه کرام را امر کردند که این روز را روزه بگیرند. و در فضیلت
روزه گرفتن این روز همچنان که این احادیث علتی از او را بیان میکند و فضیلتی بر روزه گرفتن این روز هست. و دو حدیثی که قبلا خدمتتان عرض کردم، اون دو حدیث هم بیان کننده فضیلت روزه گرفتن این روز هست. یکی حدیث ابو قتاده رضی الله عنه که در صحیح مسلم آمده بود که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد روزه عاشورا پرسان کرده شد، ایشان فرمودند که یکفر السنه الماضیه، فضیلت و برتری روزه عاشورا این است که گناهان سال گذشته را محو و نابود میکند. و همچنین حدیث ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها که در سنن نسائی و در مسند امام احمد آمده بود که ایشان فرمودند اربع لم یکن النبی صلی الله علیه و یدعهن، 4 عمل را رسول اکرم صلی الله علیه و هیچ وقت ترک نمی‌کردند که از جمله آن 4 عمل یکی را گفتند که صوم یوم عاشورا، از جمله آن 4 عمل یکی روز عاشورا هست. پس بنابراین دوستان عزیز، این احادیث همه دلالت بر این میکنه که روزه گرفتن روز عاشورا فضیلت زیادی دارد و برای انسان مسلمان مستحب و افضل و بهتر است که این روز را روزه بگیرد تا که این فضیلت و ویژگی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در احادیث بیان کردن نصیبی از او گردد. و احادیث دیگری هم در این مورد آمده، در مورد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیان کردن که اگر من در سال آینده زنده بودم روز 9 را هم روزه میگیرم، چون تا که مخالفت بر یهود شود، چون یهود روز 10 را روزه میگرفتن. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که اگر من در سال آینده زنده بودم روز 9 را هم روزه میگیرم. بنابراین احادیث علما قولشان این است که افضل و بهتر است که انسان یا روز 9 10 را روزه بگیرد و یا هم روز 10 11 را به خاطر مخالفت یهود، یا اینکه هر 3 روز را روزه بگیرد که روز 9 و 10 و 11 هست. امام احمد و همچنین امام مسلم رحمت الله علیهما روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر من در سال آینده حیات داشتم حتما روز 9 را با روز 10 یک جای روزه میگیرم. و همچنین حضرت ابن عباس رضی الله عنه، از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که ایشان فرمودند لما صام رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم عاشورا و امر بصیامه قالوا، هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز عاشورا را روزه گرفتند و صحابه کرام را هم امر به روزه گرفتن این روز کردن، صحابه کرام فرمودند که یا رسول الله انه یوم تعظمه الیهود و النصارى، این روز است که این روز را یهود و نصارا تعظیم میکنند، پس ما هم باید با آنها یک مخالفتی داشته باشیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا کان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، اگر سال آینده ما اگر خدا خواسته باشد و زنده باشیم روز 9 را هم روزه میگیریم. حضرت ابن عباس رضی الله عنه میفرمایند که فلم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا که سال آینده فرا رسد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از حیات وفات کردند و در قید حیات نبودند. و همچنین امام احمد رحمت الله علیه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند صوم یوم عاشورا و خالف اليهود صوم یوما قبله و یوما بعده، شما روز عاشورا را روزه بگیرید اما در روزه گرفتن روز عاشورا با یهود مخالفت کنید. چگونه مخالفت کنید؟ یک روز قبل از او را روزه بگیرید و یک روز بعد از او را که روز 9 را با او روزه بگیرید و یا روز 10 را با او روزه بگیرید و یا اینکه روز 9 و 10 را هر دو را با او روزه بگیرید که مجموعاً 3 روز می شود. پس بنابراین احادیث علما از جمله ابن حجر رحمت الله علیه و همچنین در فتح الباری و همچنین شیخ و امام ابن القیم رحمت الله علیه در زاد المعاد چنین فرمودند که مراتب روزه گرفتن روز عاشورا بر 3 مرتبه تقسیم می شود. اعلی مرتبهش این است که انسان 3 روز را روزه بگیرد که روز 9 و 10 و 11 است، این کمالش است. و در مرتبه دوم این است که انسان 2 روز را روزه بگیرد که روز 9 و 10 است و یا 10 و 11. و مرتبه سومش است که فقط 1 روز را روزه بگیرد که او روز 10 هست. و اگر کسی که 1 روز را هم روزه گرفت اشکالی ندارد، ثوابش برش میرسد، لیکن افضل و بهتر است که 2 روز را و از او کمال و افضل و بهتر است که 3 روز را روزه بگیرد. و این بود در مورد روزه
روز عاشورا و همچنین ایام شهر محرم غیر از روز عاشورا دیگه ایامش از جمله ایام است که فضیلت روزه در آن در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای روزه گرفتن روزهای محرم الحرام فضیلت ویژه‌ای بیان کردند و همچنین خودشان بیشترین ایام این ماه مبارک را، این ماه محرم را روزه می بودند و صحابه کرام را هم تشویق به روزه گرفتن این ایام می کردند. علاوه بر روز عاشورا دیگر روزهای این ماه را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزه می گرفتند. همچنان که در صحیح مسلم و همچنین در مسند احمد روایت شده است که انه سئل النبی انه صلی الله علیه و سلم سئل، شخصی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین پرسیدند که ای صیام بعد رمضان افضل، بهترین روزه بعد از ماه مبارک رمضان روزه کدام ماه است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند شهر الله المحرم، بهترین روزه بعد از ماه مبارک رمضان گرفته می شود روزه است که در ماه الله متعال در ماه محرم گرفته می شود و این ماه را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به الله متعال نسبت دادن، شهر الله نامیدن و این خود یک فضیلت و برتری بر این ماه است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که علاوه بر روزه ماه مبارک رمضان که فرض هست، بهترین روزه که انسان میگیرد روزه است که در ماه محرم میگیرد. و همچنین امام ترمذی رحمت الله علیه از حضرت علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب روایت میکنند که انه سمع رجلا يسأل رسول الله صلی الله علیه و سلم و یقول، حضرت علی بن ابی طالب شنیدن که مردی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان میکنند و چنین میگوید که یا رسول الله ای شهر تأمرنی ان اصوم بعد شهر رمضان، شما ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مرا به روزه گرفتن کدام ماه غیر از رمضان امر میکنین؟ کدام ماه فضیلتی روزه گرفتن در آن ماه بیشتر است که من غیر از رمضان آن را روزه بگیرم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر الله، اگر غیر از ماه رمضان کدام ماه دیگری را هم میخوای که روزه بگیری، ماه محرم را روزه بگیر که این ماه الله متعال است. که در اینجا هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این ماه را به الله متعال نسبت دادن و این شرفی برای این ماه، فضیلت و ویژگی برای این ماه است و برای این صحابه ارشاد فرمودن که اگر غیر از ماه مبارک رمضان ماه دیگری را میخوای به طور کامل یا اکثر ایام آن را روزه بگیری، اون ماه محرم است و فضیلت زیادی دارد روزه گرفتن ایام این ماه. دوستان عزیز، در اینجا چون وقتی برنامه ما به پایان میرسد و از الله متعال مسئلت دارم که ما و شما را توفیق عمل نصیب کند تا که بتانیم که علاوه بر روزه ماه مبارک رمضان که فرض و واجب است بر بالای ما، روزهای دیگری از ایام سال را که فضیلت و ویژگی های برای از او در احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شده، همچون روزه عرفه و روزه 10 روزی یا 9 روزی ذوالحجه و همچنین روزه عاشورا و روزه بیشترین ایام ماه محرم الحرام، تا که این فضائل و این برتری ها و سعادت دارین نصیب ما و شما گردد. تا لقاء آینده با شما خداحافظی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.